السلام علیکم دوستان عزیز. من پولاد خالده غفارم هستم. 68 ساله، اویله‌دار. سال 2017 به شرافت همین وارد گردیدن این شرکت بین المللی APL پس از شناسایی شدم با پلان مارکتینگ این شرکت برای من خیلی خوش آمد. بهترین فرصتی که من از این شرکت یافتم با مبلغی همین مبلغ‌هایی که صافی که من به دست آورده پس از یک سال فعالیتم مرا نصیب گردید که به خانه خدا به حج فرضی زیارت کردم. بگویم که من 4 چیز را از اینجا پیدا کردم. یا اولش سلامتی، دومش آزادی، سومش پول مبلغ، چهارمش سیاحت. و به شرافت همین شرکت مبلغ‌های کار کردم من طول این 6 سال به 16 مملکت خارجی سفر داشتم که این برای من بهترین است و خاطرمان است و من همین دعوت می نمایم که از این شرکت دور نمانم. سلامت باشید برای کار.